میگویند که ساحه سیاحی یکی از بخش‌های مهم در زمان معاصر برای معرفی هر دولت به حساب می‌رود. با این دلیل ضرورتی آماده کردن متخصصان در این ساحه به میان آمد. امروز در دانشگاه بین‌المللی سیاحی و صاحبکاری تاجیکستان در همین سمت متخصصان را تربیت میکنند و دوستان عزیز امروز آمدیم که در برنامه میگویند که از جریان درس‌های آنها و شرایط تحصیلی آنها آگاهی پیدا کنیم. رفتیم. سلام علیکم. خوش آمدید به مؤسسه دولتی دانشگاه بین‌المللی سیاحی و صاحبکاری تاجیکستان. ما می‌خواهیم که در آغاز برنامه شما کمتر معلوماتی درباره دانشگاه، خب سمت‌های دانشگاه و عموما یک معلومات مقدمه‌ای شاید برای بیننده باشد. دانشگاه بین‌المللی سیاحی و صاحبکاری تاجیکستان از سال 2022 مؤسسه دولتی دانشگاه بین‌المللی سیاحی و صاحبکاری تاجیکستان نامگذاری کرده شده است با قرار حکومت جمهوری تاجیکستان. البته امروز در دانشگاه بیش از 6 فاکولته فعالیت می‌کند. فعالیت دانشگاه از روی بیش از 80 اختصاص به راه مانده شده است که اختصاص‌هایی که وابسته به طلبات امروزه بازار تاجیکستان و جهان به شمار می‌روند. امروز ما در این برنامه از یک چند آزمایشگاه‌ها، لابراتوری‌ها دیدن می‌کنیم که فعالیت آنها بیشتر در سمت سیاحی، مهمانداری، فعالیت شرکت‌های سیاحی و آماده کردن بعضی از لایحه‌ها روانه کرده شده. ما شروع می‌کنیم از لابراتوری مرکز اطلاعاتی خدمت‌رسانی‌های سیاحی در شهر دوشنبه. در اختصاص‌های رشته سیاحی هستند اختصاص‌هایی که تحصیل با زبان‌های تاجیکی، روسی و با زبان‌های انگلیسی برآورده شده است و در این صفخانه دانشجویان پورا با زبان انگلیسی درس‌ها برآورده شده است که آموزگاران هم از داخل مملکت اینچنین هم از خارج به طریق مجازی و حضوری درس می‌گویند. و عین حال صفخانه‌ای که ما قرار داریم این مرکز اطلاعاتی خدمت‌رسانی سیاحی در شهر دوشنبه است که در این مرکز تمام تجهیزات‌ها برای آماده کردن بعضی از نقشه‌ها، برنامه‌ها، خط‌سیرها و اینچنین در عمل تطبیق کردن آن خط‌سیرهایی که امروز برای سیاحان لازم هستند و برای دانشجویان این یک حالت خوب است. و این اصلا اینا در جریان درس بله این تجهیزاتی که شما این زمان می‌بینید این پورا در اختیار دانشجویان رشته سیاحی هستند. اینها در وقت‌های لازمی، در روزهای استراحتی و در مشغولیت‌های عملی از اینها پورا استفاده می‌کنند. اصلا در اینجا تجهیزات‌هایی هستند که پورا برای آماده کردن بعضی از خط‌سیرها، بعضی از راهبردان البته و بعضی از آن منطقه‌هایی که امروز برای معرفی نیاز دارند یعنی استفاده برده میشه. مثلا از اینا یک نفری که راه بلد است اصلا باید با کدام کارها آشنا باشد. مثلا آن نفری که راه بلد است اصلا حتما که باید که پیش از همه آن تجهیزات‌هایی که برای خود راه بلد لازم هستند از قبیل داشتن لباس‌های مخصوص برای منطقه‌های کوهی، داشتن بعضی از تجهیزات، داشتن بعضی از تکنولوژی امروز از قبیل تلفن و پلنشت، دوربین‌ها و داشتن بعضی از بناورگیری، داشتن بعضی از تجهیزاتی که برای دستگاه‌های بناورگیری، تجهیزاتی که برای ثبت کردن صداها لازمند برای آنها. البته همه این تجهیزات‌ها امروز خوشبختانه در این مرکز جا کرده شده. اینها جزدان‌های خیلی کلان هستند. البته در ساحه سیاحی چون متخصصان می‌دونند که جزدان‌ها یک چند نمود می‌شوند و به چندین کاتگوری هم یعنی جدا می‌شوند و این جزدان‌هایی هستند که سطحی از همه عالی هستند. اینها بیش از 3 کیلوگرم بار در خود گنجایش می‌تیان و اینها پورا یعنی مستحکم هستند و در حالت استفاده اینها یعنی سیاح هنگامی که استفاده می‌کند این مخصوص قسم‌هایی دارد که برای سیاح و برای استراحت کننده ضرر به خود نمی‌آورد چون که باری وزنین است و هنگامی گرفتن این بسیار براحت است و یکی از و مثلا در داخل این چگونه بارها رو گذاشتن، چگونه اشیاء را گذاشتن در جریان درس می‌آموزند. در جریان هست این اون تجهیزاتی که وزنین هستند و نمی‌شکنند باید که از تگ جا کرده شود.
نه این کرسی های کوهی هستند. اینها در همین جزدان ها جا میشوند؟ نه اینها اصلا با سیاه همراه سیاه یا اینکه راه بلد البته یعنی گرفته می شود و اینها بسیار سبک هم هستند. در پهلوی یعنی جزدان جا کردن ممکن است. در حالت های دیگر یعنی ببینید در دل خو منطقه کوهی که چون سیاه می رود در این میشینند او خستگی خدا این برای گیم که همین حالت لازم است. این دستگاه های البته پلانشید هستند که پر در فعالیت کوهی استفاده برده می شوند. دوربین ها در برابر این ما باز تجهیزات های داریم که این البته برای سفرهای چند روزه برای سیاحان کمک میکند. این گویم که دستگاهی آماده کردن خوراک ها و این دستگاه البته بالونچه گازی هم حرف میزنند. این با بنزین فعالیت میکند، فعالیت خود ادامه میدهد. بله این نصب برای جوشاندن آب و خوشبختانه این خوبی این در این است که با یک بنزین یعنی سوزشواری در این جا کردن که 800 گرم گنجایش دارد تا 4 ساعت میتوان که سیاه و راهبلد پر یعنی خوراک‌های خود در این گرم کرد یا آماده کرد. این هم یک تجهیزات بسیار برای سیاه در منطقه. اینها پر در درس‌های در مشغولیت‌های عملی برای دانشجویان آموزانیده می‌شود. و دیگر این البته چراغ‌ها هستند که بسیار یک سطح بلند هستند، صفتی خوب هم دارند. اینها با باتریه و این چونین با موندن در قوه برق میتونند که اینها یعنی قوهشون چند روز میرسه؟ این البته اگر با باتری هم ساعت‌های زیاد میره اما با استفاده از قوه برقی میتونند تا یک روز دو روز برای سیاحان خدمت کنند. خب حتما که پایافزال‌های خیلی مثلا مستحکم هم برای فصل تابستان و هم برای فصل زمستان پیشنهاد شده است. اینو مثلا کدامش تابستان است؟ اینا مثلا تابستان هستند. ببینید اینا تابستان هستند. اینا در فصل تابستان در منطقه کوهی خصلت‌های گوناگون دارد. خصلت این است که یعنی تگ این سخت است، دلخواه سنگ در مطابقت میکند و بالای این بلند است. هنگامی بند بستن همون پای انسان یعنی نمیلغزد. اینم برای سیاحان کمک میکنند. این قسمت بالایی زمستانی است. اینا زمستانه هستند. ببینید که اینا هم سبک هم هستند. هم سبک هم هستند. یعنی پر روانه کرده شده و خوشبختانه همه اینها در اختیار دانشجو هستند. و در اینجا ما داریم البته این کورپای کوهی یا با عباره دیگر معمول این ریوزک گویم که همین سپالنیک هم میگن و این یک در داخلش میدارن. برای خصلت خوبش همین است که تا درجه 20 درجه خنکی در منطقه کوهی ما مطابقت میکنن. یعنی امروز همه گونه تجهیزات خوشبختانه دسترس دانشجویان است و پر دانشجویان استفاده میکنند. همچنین استفاده از دوچرخه نیز خیلی مهم است. بله درس‌های عملی می شود که برای تهیه خط‌سری‌های داخلی شهر برای دوچرخه سواران دوچرخه‌ران ها اینها به شکل استفاده کرده می شود. خیمه ها هستند، خیمه های گوناگون یعنی خیمه خردک است این برای 2 نفر، خیمه بزرگتر داریم برای 4 نفر. ریسمان ها برای ریسمان ها 50 متر هستند. این برای البته از یک منطقه به منطقه دیگر پر حرکت کردن. کوهنوردی را این پر کوهنوردی است. این کوهنوردی است چون که ریسمان ها از ریسمان های عادی فرق میکنه. فرقیت این در این است که اینها در سنگ و چیزها بریده نمیشه. بعد به مثل ریزین هنگامی پست بلند شدن انسان چیکار میکنن؟ موازنت را نگاه. خوب و در برابر این لباس های مخصوص که در بله است، لباس های مخصوصی که در این آزمایشگاه لباس های زمستانه است. این زمستانه است اصلا. این زمستانه است به خاطر که صفتی خوب دارد و سیاح باید که در منطقه کوچون حرکت میکنه حتما که لباس معمولی است. خیلی این کلاه کوهی و گویم که با چراغش آویزان برای بخطری. خب اینها برای تشکیل بعضی از همون جشن و چاره‌بینی هایی که سیاحان زیادتر تور سفرها که بسیاری میروند. اصلا شماره آنها اگر از 6 نفر باشد این پره میتواند که هم ماشین هم سیاحان از بعضی همون باران و دیگر حالت ها ایمنی نگاه دارند. خب اینجا درس در همینجا جریان میگیرد. تشکر. ما دیگر به درس آنها خلل نمیرسونیم. باشه. از قسمت دیگر باشه.
اینجا شما یک مکه دارین، یک قالبی قالب است. منطقه های سیاحی تاجیکستان. در این قالب شما کدام منطقه را جای کردید؟ اصلا این محیطی است که محیط تعلیمی است. اینجا هم درس می‌خوانید؟ بله، به واسطه مشغولیت‌های عملی در این محیط گذارده می‌شود و 6 نمونه منطقه‌های سیاحی و تاریخی فرهنگی تاجیکستان است که در اینجا گرد آورده شدند در شکل البته همچون یک نشانه از این منطقه‌ها و می‌توان همه آنها را همچون منطقه سیاحی اعلام کرد. سیاحان زیاد به اون منطقه تشریف آورد، اما از لحاظ زیبایی و باحشمت و دیگر امکانات این دیگر جالب‌ترند. این منطقه سری خاصار است، چون به همگان معلوم است که سری خاصار امروز یکی از منطقه‌های زیبای مملکت هم شناخته شدند. بسیار یک شرشره زیبا هم دارد و سیاحان زیاد هم به این منطقه تشریف می‌آورند. خود دانشجویان به این منطقه‌هایی که هست شما تور سفرها انجام میدید؟ بله و اکثرا سفرهای دانشجویان در همین گونه منطقه‌ها با شماره یک روز، 2 روز و 3 روز ادامه می‌یابد. با درس همچون مشغولیت‌های عملی، یعنی هستند فن‌های در کافدرای سیاحی که وابسته به تهیه آماده کردن بعضی از خط‌سیرها و آموزش منطقه‌های سیاحی هستند و به واسطه دانشجویان در همین منطقه‌ها همچون درس‌های عملی خود را انجام می‌رسانند. گرمچشمه است و این شرشره‌ای که می‌بینید شرشره البته نمونه اثری خاصار است. البته این هم محصول دست دانشجویان است که در تهیه این گونه یعنی منطقه‌ها برای ما کمک کردند. و اسکندرکل است. البته امروز درباره اسکندرکل معلومات و یادداشت‌های زیادی هم هست و یکی از منطقه جالب سیاحی در منطقه ولایت سوغد یعنی البته شناخته شده است و احساس بشود که امروز شماره زیادی خارجیانی که از منطقه اروپا حضورشان به تاجیکستان است بیشتر است کوشش میکنند که از همین منطقه دیدن. بله و خودی اون دانشجویانی که در جا تحصیل میکنن باید درباره همین منطقه خیلی معلومات فراوان بیاموزند. بله زیرا که داشتن معلومات زیاد درباره این گونه منطقه میتواند که سیاح را بیشتر برای این گونه منطقه جلب کند. خاصه با زبان انگلیسی. بله و یکی از هدف‌های اساسی تشکیل گروه‌های انگلیسی در دانشگاه بین‌المللی سیاحی صاحب تاجیکستان این آماده کردن متخصصان و پیشنهاد منطقه‌ها با زبان‌های انگلیسی است. باز برای درس‌های عملی شما چگونه صنف‌خانه ها؟ ما برای درس‌های عملی سپری شدن درس‌های عملی یک چند صنف‌خانه‌های دیگر هم داریم. این زمان ما به مهمانخانه تعلیمی تشریف می‌آوریم، یعنی دیدن می‌کنیم از مهمانخانه تعلیمی. اینجا مهمانخانه تعلیمی است، یعنی در اینجا دانشجویان بیشتر در درس‌های عملی فعالیت‌هایی که در خود مهمانخانه است طرز خدمت رسانی گسیل مهمان، خدمت رسانی با مهمان، معاشرت با مهمان پورا در همین مهمانخانه تعلیمی انجام می‌دهند و باید قید کرد که امروز خیلی مهم است مناسبت، قبول و عموما خدمت رسانی به مهمان. بله یکی از امان شرط‌های اساسی این احترام به مهمان و یا نفوذ پیدا کردن مملکت در بین دیگر البته سیاحان خارجی این امن خدمت رسانی در مهمانخانه است و اینا برای هم تشکیل کردم. اینجا البته ریسپشن یا مکانی که به واسطه قبول میکند مهمان، اتاق کاری البته استراحتیش برای مهمان. اینجا باز دیگر اتاق‌ها بله دیگر اتاق‌ها هستند که خاص مهمانخانه است. این اتاق با عباره عموم یعنی اپارتمان اتاقی که مهمان در اینجا بعضی از بخوریاش انجام می‌دهد، بعضی کارهای دیگرش می‌کند و در این میان هم می‌تواند که با بعضی استراحت هم فراخوانده شود. این هم خاص مهمان است و در اختیار مهمان است. یک نمونه است برای نمونه است، اما شکل اساسی اتاق مهمان است. تلویزیون در اینجا هست، آینه نگون که پورا استفاده می‌کند، تلفن هست، کامپیوتر است، یعنی پورا برای مهمان آماده کرده شده است. و میگذاریم به اتاق دیگر و اتاق نهایی این اتاق جای خوابی مهمان که پورا با سبک و اسلوب مهمان یعنی مهمانخانه آماده کرده شده است و در اینجا البته دیگر تجهیزات که برای گذاشتن لباس بعضی البته تجهیزات‌های سیاه و همش برای سیاه فکر می‌کنم که اینجا است. یعنی دانشجویان عملاً تمام قاعده و همون قبول و
کارهایی که در مهمانخانه میشود در همینجا میآموزند. درسشون همینجا جاری البته یعنی پیشتر تا زمانی که این لابراتوری ها موجود نبودند ما برای دانشجویان به مهمانخانه بودن بعضی مشکلی ها بعضی دیگر بود. خوشبختانه امروز یگان مشکلی در ما نیست. پورا درس‌های عملی طرز قبول و جابجا کردن و همش در همینجا سپری می شود و یک تجربه خوبی برای درس‌های عملی دانشجویان می شود. کجا میرویم ما به صنفخانه دیگر میگذاریم. این صنفخانه نامگذاری کرده شده است صنفخانه سیاحی خوراک عموم. این صنفخانه البته درس‌های عملی در این صنفخانه به واسطه برگزار می شود و اصلا این صنفخانه دارای دو میز اساسی است، یکی میز اروپایی و دیگری میز ملی است، یعنی تجهیزاتی که ظرف‌های ملی هستند و این میز اصلا برای 8 نفر پیش بینی کرده شده است. در این میز پر دانشجویان از قاعده ها و فرهنگ دسترخوانداری و طرز خدمت‌رسانی ملی و اروپایی شناس می‌شوند و همه تجهیزات خوشبختانه برای ظرف‌ها برای گوییم که مشتریان میرسند و یکی از سبک اساسی امین گوییم که آراستن دسترخوان این موجودیت ظرفایی که یعنی یخیله باشند، چون ظرف‌ها اگر که صفتا خوب و یخیله باشند حضور مهمان در اون با خوبتر میشه و دیگرش البته این تازه امین ظرفی که ما این همچون لالی استفاده میکنیم این طرز ماندنش یعنی باید که 15 سانتی متر از میز اساسی داخل یعنی درونتر باشد تا اینکه در حالت استعمال غذا یعنی برای سیاه یا برای مهمان مشکلی ایجاد نکند و این ظرف ته‌کرسی است، یعنی این دائما باید که ایستد چون که این ظرف ها عوض نمیشوند و ظرف دیگری که ما میمونیم یعنی این عوض شونده است یعنی پورا این میتواند که عوض شود چون مهمان معمولا در میز اروپایی نمودهای گوناگون خوراک هست از اون استفاده میکنند و قاشق معمولا معلوم است که برای البته یعنی البته دستی راست باید قاشق باشد و شاخه باید که از طرف دستی کار و چیز دیگر معمولی این است که وابسته به منیوی یعنی طعامنامه میز میتوانید که شما بعضی ظرف یعنی شاخه و قاشق دیگر این برای هم دسرت و هم برای ماهی دیگر استفاده کرده شده است و این ظرف ها البته برای آن نوشاخی‌هایی که وابسته است. همین میز و کرسی ها طرز مثلا جابجا کرده می شود که هنگام استعمال غذا و هم دیگر خلل نرسانند. بله مثلا اگر از اینجا یک کرسی دیگر اگر زیادی مونیم میتواند که به هنگام خوری خست و ششت مهمان یا از همه مهم چون معمولا میدونیم که برای سیاحان یعنی برای مهمانان پیش خدمت ها خدمت بکنند و اگر که میزها زیج باشند هنگام گرفتن و ماندن مثلا بعضی از خوراک و خورش ها و غذاها میتواند که به همدیگر یعنی مانع ایجاد کنند. یکی از سبباش این دانشجویان کدام کورس هستند؟ این دانشجویان کورس های چهارم رشته سیاحی هستند که خوشبختانه اینها اکثرا در چهاربینی‌های سطح‌های گوناگون اشتراک می‌کنند در چهاربینی‌های سطحی داخلی برای قبول مهمانان. بله و تجربه خوب هم دارد. تشکر زیاد برای شما برای می‌خوام. خب از قسمت دیگر دیدم. بله باشد. این زمان و ما مرکز اطلاعاتی سیاحی وارد می‌شویم و اصلا این مرکز با تشبث راهبریت دانشگاه رکتور دانشگاه بین‌المللی سیاحت صاحب کار تایسون پورا با تجهیزات‌های زمان امروزه زمان معاصر تزیین شده است و اصلا مقصد این مرکز در چی است؟ مقصد این مرکز در آن است که امروز دانشجویان برای آماده کردن خط‌سیری‌های سیاحی برای آموزش منطقه‌های سیاحی و آنها را در جای ثبت کردن و یک معلومات در جای یعنی کلا جمع کردن و برای همین مرکز آماده کرده شده. برای اینا دستگاه‌های روشندهی، خب کامپیوتر برای تنظیم نوارها، همچنین ثبت آواز اینجا دستگاه هست. در اینجا هست ثبت صداها در منطقه‌های کوی با البته تجهیزات‌هایی که من فکر می‌کنم که برای شما این آشنا هستند، البته دیکتافون ها و کامera ها برای گذراندن مشغولیت های آنلاینی که امروز اینا برای مشغولیت آنلاینی که به واسطه مسئولیت میگیرند و آموزش میکنند این هم هست و تجهیزات هایی که برای ثبت صدا
همچنین برای نوارگیری هم دستگاه‌های نواربرداری بله هستند که در دل منطقه که سفر میکنن دانشجویان حتما از اینها استفاده میکنن و باید قید کنم که در این مرکز این چنین دانشجویان در تطبیق لایحه‌های بین‌المللی فعالیت میکنن و تجربه هم بود که این سال 2023 یک دانشجوی ما در المپیاد بین‌المللی که با تشبث بانک اسیای رشد یعنی تهیه کرده شده بود طریق آنلاینی بیش از 270 دسته از 15 دولت جهان اشتراک کردند و خوشبختانه از دانشگاه بین‌المللی سیاحت صاحب کورتویسون یک دسته تا دور فینالی برآمد کردند و صاحب سرتیفیکات هم کردند که به خصوص در همین مرکز یعنی این بله و همچنین میگن که شما دانشجویانتون رو به خارج کشور نیز برای تحصیل برای مثلا گرفتن تجربه های بین المللی روان میکنید. البته امروز دانشگاه بین المللی سیاحت و صاحب کورتویسون یکی از هدف های اساسیش این تهیه و تشکیل تبادل اکادمی است در بین دانشجویان و همچنین تهیه یعنی تشکیل سفرهای کارمندان است و امروز خوشبختانه رئیست دانشگاه با چندین دانشگاه های خارج مملکت شرطنامه طرفین دارند. دانشجویان ما در دولت های از قبیل فدراسیون روسیه، جمهوری قزاقستان، جمهوری ازبکستان و این زمان ما شرطنامه داریم با مالزیا در البته آمادگی برای سفر اینچنین با بعضی از دولت های اروپا و هندوستان و عربستان سعودی نیز امروز ما شرطنامه هستند و این زمان دانشجویان ما بیش از 30 نفر در دانشگاه های قزاقستان تحصیل میکنند. تحصیل آنها البته یک دوره است، یک دوره اکادمی، یک نیم سال 6 ماه یک نیم سال تحصیل میکنند و رایگان است و آماده باز در کورس های خود اینچنین در سال ادامه میدید. بله رهبریت دانشگاه تصمیم گرفتند که در آینده از بعضی دولت های دیگر هم نیز همچون تبادل اکادمی دانشجو را دعوت کنند در گروه های انگلیسی ما چون که در ما حسابی که گروه های انگلیسی هستند و در این حالت برای ما مشکل ایجاد نمیشه. خب باز از کدام قسمت دیدم؟ البته یکی از قسمت های اساسی که فکر میکنم که برای ما مهم است این همون استفاده تجهیزات های سیاحی در فضای باز یعنی در فضای باز در سوها میگذارن. بله در فضای باز که دانشجویان صحن حولی دانشگاه. مرحمت. زمان ما در فضای صحرایی و مشغولیت‌های عملی شروع می‌کنیم. در اینجا دانشجویان ما برای تهیه کردن یعنی خیمه سیاحی مشغول هستند و البته اینها همشون ترتیب دارن که این زمان ما شاهد آن میشیم که چگونه دانشجویان خیمه‌ای که برای دو نفر البته دو نفر یعنی آماده کرده می شود آماده میکنند و دیگر تجهیزاتی که هستند این البته خصوصیت های خود دارند. مثلا این همین بارخالته کوهی است اما این شکلش خردتر است. این تا 15 کیلوگرم البته گنجایش دارد. این در معمول قالینچه کوهی میگن یعنی در فضایی که شما میرید بر یگام جا استراحت میکنید یا میخواهید که استراحت شما باشد یعنی این شما را از نمی و از خنکی ایمن نگاه میداره. بسیار یک هم سبک است وزنش بله یعنی گذاشتن در روی زمین برای این یگام مانع نیست. فقط شما یک طرفش که این طرفش خنکی نمیگذارند باید که پیش از کورپا اینا میگذارید و دیگر چیزی که در اینجا هست این البته نه این همون گفتم که کورپای خواب است که کورپای خواب هم این زمان با شما یک بار معلومات میتیم. یعنی این هم بینید که هنگام گنجایش چقدر یعنی وقتی جای خورده برای شما میگیرد. یعنی این هم برای یک نفر است و مثلا وقتی که در منطقه کوهی میرید داخل این میشید و پورا اینو محکم میکنید. این هم البته روانه کرده شده است برای یک نفر در داخل خیمه یعنی میشود یعنی در داخل همین خیمه سبک اساسی یعنی خیمه را جا کردن اینا در داخل خیمه البته یعنی گذاشتن ولی هموار کردن و با همراهی کورپای کوهی یا صحرایی
اینا گویم که خوب رفتن. این کرابین یعنی برای کوهنوردی بله تجهیزاتایی که شما را با هنگام برآمدن به داخل منطقه البته در اینو بستن ریسمان و از یک منطقه به منطقه دیگر اینها پورا برای شما کمک میکنند. بله خوب درباره درس کوهنوردی دارن اینجا بچه‌ها از خود میکنن جایی هست که عملی انجام میدن؟ بله بچه‌ها منتظم در مشغولیت‌های عملی یعنی از اینها استفاده میکنند و هنگام به منطقه کوهی حرکت کردن یعنی پورا اینها از همین گونه تجهیزات استفاده میکنند. مثلا ما در منطقه زیبا منظر ورزاب یک مکان داریم، مکان تجربه آموزی برای دانشجویان رشته سیاحی که منتظم بچه‌ها در روزهای شنبه فارغ از درس البته و روزهای یک شنبه در همون منطقه درس‌های عملی خود انجام میدن که خاص اون منطقه است. و باید قید کنم که تشبس دیگری راهبر دانشگاه این است که یعنی در اختیار دانشگاه اتوبوس است. یعنی این اتوبوس تنها پول را برای دانشجویان روانه شده است. دانشجویان رشته سیاحی هر هفته همچون راهبر یعنی 2 نفر 3 نفر و باقی مدت دانشجویانی که در دانشگاه تحصیل میکنند رایگان در گرد اطراف شهر دوشنبه برای شهر دوشنبه عزیز برای دانشجویان و دیگر مهمانان داخل دانشگاه معرفی میکنند. خب امروز فقط ما یک ساعت کوتاه داشتیم در فاکولته سیاحی. بله و توانستیم که با جرایمی در طرز درسخوانی آنها آشنا شویم و مطمئنم که این برنامه برای بیننده ها نیز پسند آمد. تشکر که روز ما را همراهی کرد. صحت و سلامت باشید. برای کار. خوش آمدید. دوستان عزیز ما برنامه خود را از دانشگاه بین‌المللی سیاحی و صاحبکاری تاجیکستان تهیه نمودیم، خاصتا از فاکولته سیاحی و شما در جریان برنامه دیدید که چگونه دانشجویان به یک متخصص واقعی تبدیل می‌یابند. این برنامه میگویند که بود تا دیدار دیگر خیر.